گفت ای عبدالله، ای عبدالله، اگر این شب را اگر پشت سر امام به نماز می استی، امام یک سوره طولانی تر بخواند، چقدر برای تو سخت و گران می شود، داد فریاد را می اندازی که چرا سوره را طولانی تر خواندی. ای عبدالله، از سر شب تا صبح در عشق مجازی، در عشق یک دختر یا یک زن آنچنان غرق بودی که نفهمیدی فرق بین اذان خفتن، نماز خفتن و نماز صبح بر تو هر دو گذشت و تو غافل بودی. ای عبدالله، تو که در عشق یک مخلوقی از مخلوقات خدا اینطور غرق بودی و مدهوش، چرا به آن ذاتی که عشق او همیشه باقی میماند به او دل نمیبندی؟